بسیار متشکرم. اجازه میخوام قبل از شروع برنامه‌ام 2 تا خبر رو خدمتتون اعلام کنم. البته من به دوستان گفتم لطفاً من نگم این اخبار رو، چون اصلا من گوینده خبر نیستم و در اون جایگاه هم نیستم. یکی در خصوص اتفاقاً جفت این خبرها همون چیزهایی که ذهن همه ما رو به خودش مشغول کرده. اولی مربوط به سکه طلاست که مشخص شده آخرین خبری که الان اعلام کردن در خصوص قیمتش و تصمیمی که گرفته شده برای تثبیت قیمت سکه. دوم موضوع دلار هست. 3-4 هفته قبل از یک منبع موثق من شنیدم یک تهرانی پولدار 10,000 سکه رو در زمانی که سکه قیمتش بالا میرفت خریداری کرده بود با امیدی که سکه گرونتر بشه با قیمت 1,080,000 تومان. 4 روز بعد سکه شد 700,000 تومان و این آقا سکته کرده الان تو کماست. آقایون عزیز، با توجه به قیمت سکه من الان توصیه میکنم به شما که دیه برای شما از مهریه به صرفه تره. حالا دیگه تصمیم با خودتونه که میخوان چه تصمیم بگیم. اونه که میخوان مهریه بدن. البته اینو بهتون بگم عزیزان، الان مهریه ها هم جدید شده اوضاعش. مثلا اعلام میکنه این کسی که داره خطبه میخونه و 20,000 لیتر بنزین آزاد. آیا وکیلم یه نفر اون بغل میگه عروس رفته بشکه بیاره. مدل عوض شده.